روز 22 ماه سال 2024 در تهران پایتخت ایران مراسم ودا با رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان و 6 نفر دیگری که روز 19 ماه بر اثر سقوط چرخبال در شمال کشور در نزدیکی مرز با آذربایجان به هلاکت رسیدند دایر شد. شبکه‌های تلویزیونی زیادی از جریان این مراسم پخش مستقیم را برآمدند. مراسم ودا را رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبری می‌کند. در کنار او کفیل رئیس جمهوری ایران محمد مخبر، سردار ستاد کل ارتش محمد باقری، رئیس پارلمان محمد باقر قالیباف، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی حضور دارند. برای ودا با ابراهیم رئیسی یک سلسله رهبران از کشورهای دیگر از جمله سروزیر پاکستان شهباز شریف، سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیس دومای دولتی روسیه ویاچسلاو ولودین، رهبر گروه تندرو فلسطینی حماس اسماعیل هنیه به تهران آمدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که روز 22 ماه امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در مراسم ودا و اظهار تعزیت بنا به درگذشت فاجعه‌ای پرزیدنت ایران سید ابراهیم رئیسی به شهر تهران سفر کرد. او را در این سفر وزیر کارهای خارجه، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسائل رابطه‌های خارجی و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. خدمات مطبوعات پرزیدنت پیرامون این سفر تفصیلات دیگر نداد، ولی ژورنالیست تاجیک نظرعلی پیرنظرов با تکیه به منابع خود در فیسبوک خبر داد که قرار بود که امامعلی رحمان صبح چهارشنبه 22 ماه برای انجام سفر دولتی وارد باکو پایتخت آذربایجان شود، ولی او به خاطر اشتراک در مراسم ودا با رئیس جمهور ایران سفرش به آذربایجان را به قفا گذاشته است. مقامات رسمی این خبر را هنوز یگان شرح ندادند. در تاجیکستان از جمله در سطح مقامات رسمی به ابراهیم رئیسی برای آنکه بعد چندین سال تنش‌ها توانست که روابط ایران و تاجیکستان را نه فقط دوباره عادی گرداند، بلکه ضمن بازداشتش از تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2023 حتی ویزا را از بین دو کشور فارسی زبان برداشت ارجگذاری می‌کردند.